بیننده عزیز بار دیگر سلام و طوری اگر شما در چند دقیقه ما رو تماشا کردید من از شما معذرت میپرسم زیرا مشکلات اینترنت پیش آمد و چگونه که میبینید حتی در دل اروپا نیز گاه و ناگاه ما با مشکلات اینترنت روبرو میشویم. خب حالا فکر میکنم صدای من خوب شنیده میشود و مشکل پیش نآمده است و شما تا چند دقیقه دیگر ما رو همراهی خواهید کرد تا اینکه از سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه باشید و طوری هم گفتم اگر شما بیننده دومی رادیو آزادی باشید پس میدونید که بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 با وقت پراگ ما برنامه خبری داریم که موضوع زیاد رو فرا میگیره چه از تاجیکستان و چه از جهان و همین حالا من سرخط موضوعی رو که برای شما میگم بعداً بعضی از این موضوع ها در شکل مفصل در برنامه خبری پیشنهاد شما عزیزان خواهد گشت. بانک ملی تاجیکستان بنابر کمبودی‌های جوی داشته و بدون غرض بر رهبریت سابق بانک اسقاط چاره‌جویی کرده است. مسئولین بانک ملی با همین مضمون به مطلب رادیو آزادی واکنش نشان دادند. گفته می شود سنجش بانک ملی در سال 2017 نشان داده است که کارمندان بانک مذکور در هم مسلکی با شخصان جنایت پیشه مبلغ‌های وارد گردیده را برای ساختکاری حجت‌ها به دیگر شخصان پیشنهاد می‌نمودند. این و دیگر کمبودی‌ها باعث گردید است که نسبت چند کارمند بانک اسقاط پرونده جنایتی آغاز گردیده تعدادی هم از کار آزاد شدند. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسقاط معامله با گروه‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 به برکناری رهبر پیشین بانک سبب گردید. اما هفته گذشته بعد یک سال برکناری خورشید نوسیروف یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسقاط گفته بود که بعضی دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. چنانچه روی بحث جانب‌ها را در برنامه خبری برایتان پیشنهاد میکنیم. برای نخستین بار یک هیئت ژورنالیستان و دیپلمات‌های کشورهای آسیای مرکزی با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین به شهرهای ارومچی، قشقر و خوتن سفر کردند. این هیئت از جمله از اردوگاه‌های به اسلام مرکزهای بازآموزی سیاسی چین دیدن نمودند. خب درباره تشکیل مرکزهای مذکور در شینجان و بازداشت و نگهداری نمایندگان اقلیت‌های ملی مسلمان در آنها زیاد در رسانه‌ها گفته شده بود و بار اول خبرها در این باره سال 2017 رسانه‌ای گردید و شاهدان اینچنین سازمان‌های حامی حقوق هم میگویند در این اردوگاه‌ها آدمان را اجباراً نگهداری و نسبت آنها مناسبت بی‌رحمانه می‌کنند. ولی البته پکین این ادعا را رد می‌کند و یک نوع تهمت می‌خواند. پس آیا ضمن این سفر ژورنالیستان و نمایندگان کشورهای خارجی در اردوگاه‌های مذکور چی را مشاهده کردند؟ در برنامه خبری برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. نشست مرگبار هواپیمای بارکشان در ایران. هواپیمایی که از بیشکک به ایران گوشت می آورد ضمن فرود آمدن از خط بیرون شده آتش گرفت. از میان مسافران تنها یک نفر از این صدمه جان به سلامت برد. تلویزیون دولتی عکسی مکان سقوط هواپیما را نشان داد که دود غلیظی از آن بلند می شد و در برنامه خبری شما امکان خواهید داشت از نوارهای محل حادثه و هواپیمای آتش گرفته تماشا کنید و این نوارها را شما ببینید. دیپلم‌های زیر بالشت و یا چرا متخصصان جوان از روی تخصص کار نمی‌کنند. مقامات تاجیک از ترک کار کردن متخصصان جوان نگرانی می‌کنند در حالی که با تاکید تحلیلگران حال جامعه را تنها متخصصان جوان با دیدگاه‌های تازه می‌توانند پیش برند و ضرور است که محض آنها در نوبت اول دستگیری شوند. در یک گزارشی که همکاران ما از دوشنبه تهیه کردند می‌توانید ببینید که چگونه ختم کرده اختصاص منیجر در بازار میوه فروشی می‌کند و متخصصی انداز باشد تکثیران شده است. نقص مادرزاد بود یا اشتباهی جراح نزدیکان امیرجان ستارov یک طفل تاجیک بعد از 2 جراحی و 2 ماه معالجه در بیمارخانه درگذشت ایبان را در مرگ او گناهکار می‌دانند. به ادعای آنها امیرجان 2 ساله قربانی اشتباه یک جراح در مرکز ملی طبی مفصوم به قریه بالای دوشنبه شده است. در پی مراجعت والدین کودک به وزارت تندرستی چند نماینده هم برای تفتیش تشخیص بیماری کودک به بیمارخانه سفربر شدند ولی والدین کودک میگویند آنها هم برایشان یگان خلاصه دقیق پیشنهاد نکردند. خب گزارش رو در این باره در برابر دیگر موضوعی که من برایتان گفتم شما بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری میتوانید تماشا کنید. همین گونه یک موضوع هم داریم در رابطه با اون که الکای گازی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد میگردد در بعضی از کارخانه ها نیز راه اندازی شده است و همکاران ما در این باره برای شما یک گزارش رو تهیه و پیشنهاد میکنند.
خب اگر تو شروع برنامه خبری موضوعهای مهم و خبرهای داغ پیدا شدن ما حتما آن رو به بررسی خواهیم گرفت و شما نیز برای ما هر خبری پیدا کردید بفرستید و شما زیاد درباره رقم تلفن از ما سوال میکنید. برای شما خاطر سوال میکنم که شاید همین بیگاه ما برای شما یک رقم مشخص رو آماده کرده که طریق وایبر و واتساپ و ایمو شما میتونید به واسطه برای ما هر موادی که دارید بفرستید و بعدا ما این رقم رو به شما میگیم که این شماره این رقم چند است و امیدواریم که شما با ما همکاری بیش از پیش خواهید داشت و من با شما خداحافظی نمی کنم. بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب شما رو منتظریم.